مسابقه بزرگ عمارت شناسی میان دانش آموزان مکاتب شهری در هرات برگزار شد. این برنامه با حضور داشت مولوی سید حبیب الله آقا وزیر معارف کشور راه اندازی گردید. وزیر معارف کشور از جوانان و نوجوانان خواست تا آموزه‌های دینی و عصری را به وجه احسن فرا گرفته و برای بازسازی وطن خویش تلاش ورزند. نوکران و شاگردانو په علم کې کوشش وکړي. تاسو د آینده د وطن معماران یاست. تاسو د آینده نسلونو استادان یاست. نو تاسو به کوشش کوئ چې موږ نه په علم کې بل چاته محتاج سو، نه په نورو وسایلو کې بل چاته احتیاج پیدا کو. کوشش وکړو، په علم کې ډیر کوشش وکړو. یو فرصت دی الله جل شانو موږ تاسو ته په لاس راکړی دی. که دا فرصت له موږ فوت سي، دا فرصت تیر سي، بیا به افسوس کوو دا حال به بیا په لاس نه راځي. مولوی سید حبیب الله آقا وزیر معارف کشور در این مراسم همچنان از اصلاحات در نصاب تعلیمی خبر داده گفت که تلاش‌ها برای ایجاد نصاب کامل اسلامی جریان دارد. اوس هم په دغه نصاب باندې کار شروع دی. تر نهمه صنف پورې دا نصاب جوړ شوی دی. داسې نصاب چې په هغې کې به هم دینی علوم دی او هم عصری علوم پکې دي. در همین حال مسئولان برگزار کننده این مسابقه میگویند که این برنامه به منظور تقویت آگاهی دانش آموزان راه اندازی گردیده است. هدف از تمام برنامه‌هایی که در سطح معارف برگزار میشه بالا بردن سطح معلومات شاگردان هست. این مسابقه مشخصا روی بلند بردن معلومات شاگردان حوزه معارف در قسمت شناخت امارت اسلامی افغانستان بود. امارت اسلامی افغانستان خواستگاهش کجا هست، چه اهدافی را و چه دستاوردهایی را تا فعلا داشته. از سوی همشماری از شاگردانی که در مسابقه بزرگ عمارت شناسی اشتراک کردند میگویند که با فرا گرفتن نصاب این مسابقه موضوعات خوبی را کمایی کردند. به گفته آنان چنین برنامه‌هایی برای رشد مطالعه و همچنان آگاهیشان در پیوند به نظام اسلامی مؤثر است. این مسابقات به فایده که آدم دولت و قوانین و قانون و چیار کلا میفهمه و درک میکنه و اساس همه قوانین آدم پیش میره در کشور. خب دیگه این مسابقات مفید هم است که سطح مطالعه و فهم بالا میره و چون با این همچون یک برنامه ها موثریت خاص خود داره و میتونه جوانان و نسل آینده افغانستان که عبارت از معارف باشه آگاه میکنه و ما را از مفکوره های اشتباهی که در ذهن ما بود دفع کرد و ما توانستیم معلومات خود را نسبت به موضوعات فعلی و حقیقی ملت بیشتر آگاه بسازیم. گفته نیست مسابقه بزرگ عمارت شناسی با اشتراک بیش از 800 تن در میان شاگردان 25 مکتب در شهر هرات از سوی استودیوی عروج افغانستان با همکاری معارف این ولایت برگزار گردید. اسماعیل صفا، رادیو حریت، هرات.